پنجشنبه 25 شهریور 1400 هست. در محل کتابفروشی فرهنگان قریب هستیم. ابتدا تشکر میکنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرهنگ رجایی که دعوت من رو پذیرفتند. سپس از استاد دکتر خلیل نصیری و سرکار خانم دکتر آرمینا آرم که برای این جلسه لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتند. ابتدا همونطور که در متن دعوتنامه آمده این اشاراتی شده است و من کوتاه در معرفی دکتر چند نکته رو بیان می‌کنم. بعد در طی گفتگویی که خواهید شنید بیشتر با وجود گوناگون اندیشه‌های دکتر رجایی در عرصات گوناگون آشناتر خواهیم شد. خب همه می‌دونیم آثار دکتر رو می‌شناسیم. من فقط به صورت یادآوری اشاره می‌کنم که در تحصیلات اولیه‌شون رو در عراق گذراندن. بعد دوره کارشناسی خودشون رو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحصیلات عالی خودشون در امریکا به پایان رسوندن. بیش از 20 سال عضو هیئت علمی دانشگاه کارلتون در کانادا بودن و به دلیل علاقه‌ای که در حوزه مطالعاتی را در رابطه با فرهنگ سیاست داشتن در دانشکده‌های علوم سیاسی تدریس کردن. همچنین در دانشکده‌های تهران و آکسفورد و هامبورگ و چند دانشگاه دیگر در امریکا از جمله دانشگاه ویرجینیا در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی تدریس داشتن و اونچه که برای برنامه خاص ایشون بود در رابطه با فرهنگ و سیاست و کلیه اونچه که در اندیشه سیاسی معاصر مطرح میشد. این شانس رو داشتن که در دوره‌ای که تحصیل می‌کردن با دکتر حمید عنایت و چند تن دیگر از استادان این رشته در خارج از ایران آشنا باشن و باهاشون دوره‌هایی رو بگذرونن. ترجمه در مورد آثار ایشون اشاره میکنم به چند کتاب: فهم نظریه‌های سیاسی که انتشارات آگاه منتشر کرده و چاپ 15 اون سال 99 منتشر شد. تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان که چاپ 5مش منتشر شد که اندیشه در قانون عقل جهانداری و فراز حدود اون رو به ترتیب در حوزه‌های تمدنی بین النهرین، ایران، هند و چین باستان به بحث می‌ده. کتاب دیگه‌ای که ایشون تعریف کردن و در سال‌های اخیر خیلی بحث انگیز بود و استقبال شد با عنوان مشکله هویت ایرانیان امروز که چاپ 10مش هم منتشر شده و الان نایاب است. عناصر شکل دهنده باب هویت ایرانی رو که ایشون سنت، ایران، دین اسلام و تجدد خوندن به تحلیل گذاشتن. کتاب دیگرشون به زبان انگلیسی با عنوان تجددگرایی و اسلامگرایی است که در سال 2007 منتشر شد و به عربی در سال 2011 ترجمه شد. به فارسی ترجمه نشده. به فارسی هنوز ترجمه نشده است. و همینطور کتاب دیگری که بر اندیشه‌های تامسون هست، اصول روابط بین الملل که خانم امیرا مشیرزاده و آقای سید احمد فاطمی نژاد ترجمه کردن. و کتاب دیگری که در اینجا دانشجویان خیلی بیشتر بهره مند شدن، پدیده جهانی شدن، وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی هست که آقای عبدالحسین آذرنگ ترجمه کردن و به چاپ 5 رسیده. افزون بر این مقالات بسیاری از استاد هست که فهرست بلندبالایی رو تشکیل میده و همچنین کتاب‌هایی که ما امشب در سایت بخارا فهرست کامل کتاب‌ها
و ترجمه های ایشون رو ارائه میکنیم. همچنین راجع به یک کار ویژه‌ای که ایشون موسیقی دوره قاجار کردن که حالا در بحثی که باشون خواهیم داشت بهش خواهیم پرداخت. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر نسلی دعوت میکنم بحث رو آغاز کنم و بعد خانم دکتران و سپس دکتر رجایی. ببخشید من خواستم این رو ابتدا میخواستم از دکتر رجایی خواهش کنم که یه اشاراتی به محیط پرورشی و آموزشی خودشون از گذشته‌های دور اشاره کنم و خواهش میکنم. به نام خداوند، درود و وقت بخیر به تمام دوستان حاضر و دوستانی که از طریق شبکه ها با ما در تماس هستند و ممکنه این برنامه رو دنبال بکنن. از حضرت باری سپاسگزارم که مجددا این فرصت فراهم شد که در خدمت دوستان باشم و از همت ایران دوست متعهد و واقعا پشت کاردار جناب آقای دهباشی سپاسگزارم که چراغ این گفتگو رو در همه حوزه ها روشن نگه می‌دارند و از هر فرصتی سعی می‌کنند که همه ما بهره بگیریم و این فرصت به من داده شد که در خدمت شما باشم و انشاءالله از پرسش‌های شما درس بگیرم. من در یک روستا زاده شدم، در یک روستای به اسم خسبیجان در اطراف عراق و برای چون در مدرسه ابتدایی یا حتی بالاترش در دهمون نبود، از همان کوچکی پدر من همت کرد و من در عراق تحصیل کردم و در اونجا طبیعی میخوندم برای اینکه خب رسمی که در ممالکی که یا جهانگیرند یا در تعطیلی تاریخی هستند و یک خیلی فرقی هم به اینکه چه کسانی حکومت میکنن نداره، یعنی این جریان مال زمان 40-50 سال پیشه، ولی همون موقع هم همین بود. در جوامع جهانگیر یا در تعطیلی تاریخی دو تا رشته بیشتر مهم نیست، یا مهندسی یا پزشکی. بنابراین بنده هم طبیعی بود که دیپلم طبیعی میخوندم و خداوند روانشان را شاد بکند. معلمی به اسم محمد رضا محتاط در کلاس هفتم یا هشتم معلم علوم اجتماعی ما شد و این بذر این که چرا، البته متاسفانه به نظر من هنوز با نگرش احولی به زبان حضرت مولانا چرا عقب افتاده ایم. چرا اینو میگم؟ برای که به نظر من این سوال درستی نیست. به هر حال با این سوال من آشنا شدم که جناب محتاط مطرح کرد که چرا ما عقب مانده. چرا من این سوال رو اول میدانم؟ برای اینکه ما در مسابقه با هیچ کس و هیچ جا نیستیم و این نه فقط شامل کشورها بلکه شامل افراد هم هست. شما با تنها کسی که دارید رقابت میکنید شخص خودتان هستید و نه کس دیگر. و امان از زمانی که شما دچار این تفرقه و دچار این دوگانگی میشوید که چرا من از دیگری. توجه داریم که حضرت مولانا میفرماید تفرقه در نفس حیوانی بود، نفس واحد نفس انسانی بود. بنابراین این پرسش که چرا عقب افتاده ایم یعنی همون تفرقه درونی. خوشبختانه من یاد گرفتم در اثر راهنمایی ها و بزرگواری های الگوهای فکری که در سر راه من قرار گرفتن که شاید سوال درست این باشد که چرا ما بازیگری نمی کنیم؟ چرا من بازیگر نیستم؟ این خیلی سوال متفاوتی است. برای برگردم به جناب محتاط و هیچ مطلقا ارزش کار ایشون رو پایین نیارم، برای اینکه ایشون هم به هر حال با مذهب مختار روز حرف میزد به زبان عبید زاکانی. در نتیجه سوال این بود که چرا ما عقب افتادیم و این واقعا بذری شد که یواش یواش منو از طبیعیات و مطالعات علم الابدان و یا حتی علم
ساختمان و علم جامعه و علم یواش یواش جدا کنه و به این سوال می‌پردازه که چرا ما بازیگری نمی‌کنیم. و بعد بنده در دانشگاه تهران این شانس بزرگ رو آوردم که خدمت روانشناس حمید عنایت برسم و حمید عنایت جز اولین کسانی بود که بدون که من واقف باشم چه می‌کند بینش درست نسبت به فهم خود رو یاد میداد و خداوند این لطف در حق من کرد که من اینو برداشتم از ایشون. بعد هم در دوره تحصیلات عالی به آمریکا رفتم و باز به تصادف شانسی آوردم که با شخصی آشنا شدم که منو تشویق کرد که آقا درسته که به مقولات نظری علاقه‌مندی اما بود عملی رو هم باید فهمید و منو تشویق کرد و در دوره لیسانس من چیزی خوندم که در ایران به مدیریت دولتی معروف است در مقابل مدیریت بازرگانی، در حالی که مدیریت عرصه عمومی شاید جالبتر باشه که برای ما دانشکده علوم اداری داریم، مدیریت اداری یا علوم اداری میگن، برای فوق لیسانس من در اون زمین است و خیلی جالب بود. برای اینکه خیلی سریع عرض بکنم تفاوت عمده بین مدیریت عمومی و مدیریت بازرگانی این است که هر اون کس که دغدغه مدیریت عمومی دارد و این شامل همه اقشار می شود، یعنی از اون برادر و خواهری که به کار تمیز کردن خیابان مشغول است تا آن کسی که رئیس بانک مرکزی می شود یا آن کسی که رئیس جمهور می شود یا آن کسی که شهردار می شود، فرماندار می شود، یعنی به خودش جرأت داده که بگوید من دغدغه غیر عام دارم و این فرق عمده بین این دو تاست. یعنی علوم اداری یا مدیریت عمومی دغدغه نهاییش غیر عام است، در حالی که مدیریت بازرگانی دغدغه نهاییش سود است. سود برای نهادی که هست یا برای به طور کلی حوزه‌ای که دنبال می‌کند یا بخشی که دنبال می‌کند. این دغدغه بله، عرض کنم به حضور شما که این تفاوت اساسی برای من خوشحالم که در دوره فوق لیسانس یا در دوره کارشناسی اصلا جا افتاد که عجب اگر جرأت می‌کنی به درباره عرصه عمومی تعمق یا تفکر و بیان می‌کنی، یعنی دغدغه عام داری، دغدغه خیلی عام داشتن و این خدمتی بود که دوره کارشناسی ارشد به من کرد و بعد هم در دوره دکترا من منتقل شدم از دانشگاه اوکلاهوما به دانشگاه ویرجینیا و در اونجا باز من یک شانسی که آوردم با بزرگواری به اسم کنت تامسون آشنا شدم که به دلیل دینی که بهش داشتم کتابی راجعش نوشتم که انتشارات پرگوه همین مکمیلان چاپ کرده و همونطور که جناب درباشی فرمودن به همت خانم دکتر مشیرزاده و شاگردشون و خیلی جالب این قضیه برای که تامسون شاگرد مولانتا بوده و من شاگرد تامسون، همیرای مشیرزاده شاگرد من بوده و این آقایی که کتاب ترجمه کرده به کمک خانم مشیرزاده شاگرد خانم مشیرزاده بود. این کتاب جالبه، این کتاب 5 نسل راجع به امر عمومی و خیر عام تحمل کرده و بعد دیگه من بعد از دکترا که در خدمت جناب تامسون تمام کردم آمدم ایران و 10 سال در محیط ایران درس دادم، ولی سعی کردم که به زبان توسیدیت، میدونید که توسیدیت اون سردار مهم یونانی بود که در جنگ‌های پلوپونزی شرکت داشت ولی خودش رو بینشگر درگیر میدید، یعنی کسی که درگیر مقولات بود اما بینشگری رو هیچگاه رها نکرد و به همین دلیل کتاب جنگ‌های پلوپونزی فقط یک تاریخنامه جنگ بین ایرانیان و یونانیان نیست، بلکه کتابی است پربصیرت و عمیق و به همین دلیل درس روابط بین الملل که میدادم کتاب توسیدیت یکی از کتاب‌های تئوری‌های روابط بین الملل، نه تاریخ روابط بین الملل. برای من اینو الگو قرار داده بودم و در اون 10 سالی که ایران بودم و تدریس می‌کردم سعی داشتم بینشگر درگیر باشم
و بینشگری رو فراموش نکنم که خوشبختانه محصولش همون کتاب اسلامیسم و مدرنیسم یا اسلامگرایی و تجددگرایی بود و پرسش اون کتاب این است که چرا در این انقلاب بسیار بسیار عظیم و این دیگه قضاوت علمی است، ممکن کسی باش مخالف باشه، من برانم که انقلاب سال 57 اولین انقلاب کلاسیک در جهان غیر غرب است و انقلاب کلاسیک بهترین تعریفش از آن مولاناست. میگوید که چون بیفزاید می توفیق را، قدرت می بشکند ابریق را. انقلاب های کلاسیک اینجوری هست، قدرت می جامعه آنقدر قوی می شود که ابریق دولت را می شکند. و حالا سوال این است که چطور شد در این جریان نوع حکومتی که بعداً گرفت و سکاندار شد و سوال منتظر اینه که این انقلاب چه جور پدیده‌ای بود. و همونطور که اشاره شد جالبه که این مؤسسه مطالعات استراتژیک العین در کشورهای حاشیه خلیج واژه‌ای جنوبی خلیج فارس علاقه‌مند بودن و ترجمه کردن. بعد از 10 سال چون آقای دهباشی خواستم که من سیر فکری باشه خیلی سریع من رفتم کانادا. حالا اینکه چطور شد بنده رفتم و اونجا ساکن شدم اون بحث دیگری است، اما باز دوباره یک شانس رو بودم. خداوند همیشه فکر می‌کنم مواظب من بوده و در اونجا موجب شد که من با چارلز تیلر نزدیک بشم، دوست بشم و چارلز تیلر معرف حضورتون حتما هست. اگر در دنیا یکی دو تا قول عظیم داشته باشیم چارلز تیلر در رأس است، بعد هابرماس است، بعد ژیژک است، بعد دیگه همه خورد و پالن و خیلی آدم متواضعی است، بسیار متواضع، بسیار انسان ولی بسیار عظیم. من این افتخار رو دارم که با چارلز تیلر دوستم و غمخور شدم و با هم گاه گفتگوهای خیلی جالب داشتیم و درس‌ها از چارلز تیلر یاد گرفتم و نتیجه این سفر از جناب آقای محتاط به چارلز تیلر این کتابی است که امروز در واقع دلیل اینکه ما در خدمت شما هستیم تحت عنوان حضور و امر سیاسی انسان ورزی، زیر عنوان انسان ورزی که بعد تمام نسخه که آوردم و یاد جناب آقای دهباشی آوردم در واقع 2-3 روز قبل از حرکتم ناشر برام چند نسخه فرستاد که مخصوص آقای دهباشی نسخه رو آوردم و اینطور که سنت آقای دهباشی است که تا به نظر ایشون البته ممکنه امیدوارم قضاوتشون درست باشه تا احساس میکنن حرف حسابی وجود داره دلشون میخواد با همه در میون بذارن و به همین دلیل من اینجا در خدمت شما هستم. حالا انشاءالله در فرصت بعدی راجع به کتاب صحبتی خواهد شد. خیلی متشکرم آقای دکتر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر بدیع نصری که می‌دونیم استاد دانشگاه خوارزمی هستند و ریاست مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه رو در عهده دارند. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. صبح همگی بخیر. از همه مخاطبان ارجمند سپاسگزارم که دقایقی رو به سخن من گوش میدن و سپاس ویژه تقدیم جناب آقای دهباشی عزیز، سنگربان فرهنگ ایران که قدر این موارد و مناسک در چنین روزهایی بسیار فهمیده می شود. من الان به یادم آمد که مقایسه کنم ایران رو مثلا با افغانستان. چه شد که در عرض 29 روز 34 ایالت و 402 شهرستان افغانستان توسط یک مشت آدم وحشی و فاقد فرهنگ این دیار تصرف شد و هیچ مقاومت در مقابلش صورت نگرفت. دلیلش نبود محیط‌های اینچنینی و فرزندانی مثل آقای دهباشی و همینطور از استاد ارجمندم سپاسگزار هستم. بنده هم 30 سال پیش، یعنی از 30 سال پیش، از 1370 دقیقاً
شاگرد آقای دکتر رجایی بودم و همچنان هستم و بسیار افتخار میکنم که در این خصوص همکار ارجمندم هم دکتر آرم هم همینجا هستند و امیدوار هستم که در این دقایق نکاتی بگیم که احیانا تازگی داشته باشه. این کتاب آخر رو دقایق اون بسیار محدود هست، وقت شما بسیار ارزشمند. من فقط جملاتی رو عرض خواهم کرد و چند روز رو تلاش میکنم احیانا جملات تازه‌ای باشه و در جای دیگری شاید کم شنیده باشه. قصد من تمجید صرف از سلوک آقای دکتر فرهنگ رجایی نیست. واقعا من فقط در یک کلام میتوانم بگویم که ایشان یک ایران دوست واقعی، فرد اصیل و پرسشگر و مفهومساز و پاسخگردان، اهل تأمل و جدی هست، چون خودشون هم میدونم اکراه دارن در خصوص ایشون تمجید بشود در امور میکنن. بهترین تمجید برای ایشون توجه به آثار گونه‌گونشون هست و استخراج تکلیف و دیری که ایشان به تعبیر خودشون برای ایران خانم داشتند تأکید بر این موارد هست. اما آن چیزی که خیلی خیلی دوست داشتم در این وقت بسیار عزیز و خدمت شما بزرگواران تصریح و تأکید بکنم، تمرکز روی 3 کلمه در کتاب آخر آقای دکتر رجایی هست. کلمه presence، حضور، the political، امر سیاسی و performing human، به تعبیر خودشون انسان ورزی. حالا این کتاب انشاء ترجمه میشه و میاد. فقط من اینو عرض میکنم که چرا تأکید آقای دکتر فرهنگ رجایی اون کتاب رو من توفیق داشتم قبل از انتشار نسخه مجازیشو دیدم و خودشو لطف کرده بود، من چند ماه پیش من دادم. آنچه از کلمه پرسنس فهمیدم در نگاه آقای دکتر فرهنگ رجایی نوعی بازگشت به معنا، نوعی احیای امر حق، نوعی توجه به امر درست، نوعی عبور از بی‌طرفی، سرگرمی، بی‌تفاوتی و روزمرگی است. نوعی عبور از در واقع بازارزدگی، اجتناب از گرفتاری در کریدورهای قدرت و اجتناب از آنچه که اکنون می‌فهمیم بیزینس و اقتصادی شدن است. اما دپولیتیکال که مفهوم بزرگتری است و مهمتری هست و باید بیشتر پرداخته بشود و الان نیاز زمانی ما هست. ما هم ترجمه می‌کنیم به امر سیاسی، متأسفانه معنایی دارد کاملا متفاوت از برداشت‌های ما. دیدید که ما معمولاً به صورت متعارف میگیم فلانی فرد سیاسیه، اینجا یه محفل سیاسی هست، این یه بحث سیاسیه، اون کتاب سیاسیه، در صورتی که این کلمه سیاسی کلمه بسیار بسیار مقدسی هست. متاسفانه افراد ناصالح، افراد ناآشنا و نابلد این کلمه مقدس را آلوده کردند. سیاسی یعنی طبق قرار عمل کردن، سیاسی یعنی عبور از در واقع دوران سیاسی داریم، دوران پیش از سیاسی داریم. در دوران پیش از سیاسی آنچه که مسلط هست زور هست، زور عریان هست، قدرت هست. اما در دوران پس از سیاسی قاعده هست، قانون هست، قرارداد هست که معمولاً خب این جدی گرفته نمی شود. پس امر سیاسی که احیاگر آن در زمانهای باستان سقراط بود و من از اول صبح نمیخوام اینو وارد بشم، به زمانهای جدید برمیگردم. میدونید کارل اشمیت در 44 سالگی خودش کتابی نوشت تحت عنوان مفهوم امر سیاسی. اونجا نکته‌های جدیدی مطرح کرد که جان سخنش این بود که ما میتوانیم امر سیاسی را از امر دینی و امر اخلاقی و امر اجتماعی جدا بکنیم، برای اینکه امر سیاسی ادامه امر اجتماعی نیست. امر سیاسی برآمده است و مسلط است. به طور کلی کارل اشمیت گفتش که ما باید حاکمیت را و دولت را و سیاست را احیا بکنیم و دولت باشد به عنوان مبصر، به عنوان حاکم که در وضعیت‌های اضطراری تصمیم بگیرد و جامعه را به خط بکند. اینا رو عرض می‌کنم تا برسم به دکتر فرهنگ رجایی.
پس در موج اول در قرن 20 1932 کتابی که در 44 سالگی کارل اشمیت ازش منتشر شد گفته شد که پولیتیکال یا امر سیاسی عبارت هست از اینکه سیاست باید برگردد سروری بکند. امر سیاسی باید مالک باشد، باید حافظ و نگهبان باشد. امر اخلاقی و امر دینی اینا همه باید تابع امر سیاسی باشند که زیر نظر حاکمیت ساورنتی در مواقع اضطراری تصمیم بگیرد که خصم اینه و دوست اینه، مفید اینه، مضر. این بحث فرو نشانده شد تا 40 سال بعد، 42 سال بعد که لئو اشتراس کتابی نوشت تحت عنوان فلسفه سیاسی چیست که به خامه استاد ترجمه شده است از لئو اشتراس به ترجمه دکتر فرهنگ رجایی. در اونجا لئو اشتراس گفت نه، صحبت از امر سیاسی هم صحبت از دوست و دشمن صرف نیست. ما باید بریم به سمت امر جدی، باید بریم ببینیم عادلانه چیست، کار عادلانه چیست، فلسفه سیاسی رو مجدد احیا بکنیم. فلسفه سیاسی تبدیل شده است به فلسفه مصالحه، اینکه شرکت ها میان، نمیدونم اهل سیاست میان، اهل ایدئولوژی میان و فلسفه سیاسی رو تقلیل دادن، تاراج کردن و فروکاستن به علم مصالحه. چیکار کنیم که صلح حفظ بشه، که دیگه امر حق، امر درست، امر نادرست، امر تبعیض‌آمیز تحت شعاع امر مفید واقع شد. اما در این میان گفتمان جدید و نوعی مطرح شد که علمدار آن هانا آرنت بود و من فکر میکنم اگر اشتباه گفتم آقای دکتر رجایی خودشون تصحیح بکنن. هانا آرنت و در ادامه دکتر فرهنگ رجایی گفتن که نه، امر سیاسی یا دپولیتیکال نه اون دوست و دشمن هست که کارل اشمیت میگفت، نه علم مصالحه هست که یا علم احیای فلسفه سیاسی کلاسیک هست که لئو اشتراس میگفت. امر سیاسی عبارت است از تمرکز روی ارزش‌ها و کارهای ارزشمند که معمولاً مورد توجه سیاست نیست. پس هانا آرنت و فرهنگ رجایی تفکیک قائل شدن بین سیاست که کارش نظم بخشی، اعمال قدرت، صدور حکم، داشتن دادگاه، برپایی زندان، تأسیس دانشگاه، و امر سیاسی که متولیش دولت نیست، متولیش همین کتابخونه است، متولیش اهل فرهنگ است، متولیش علی دهباشی هست. متولی امر سیاسی کسانی هستند که لزوما قدرت عریان و خیابان و تفنگ را ندارند، بلکه اینها ایثار میکنند، به عمق معناها فکر میکنند، اینها به آینده های متصور و خوب و عاری از سلطه میاندیشند. بنابراین تمایزی هست، بعضا تعارضی هست بین امر سیاسی و فقط سیاست صرف. و اما آخرین کلمه‌ای که من دوست دارم تاکید بکنم در کتاب استاد، پرفورمینگ هیومن یا انسان ورزی، واژه‌ای است که من میتوانم بگویم جناب دکتر فرهنگ رجایی ابداع کرده‌اند و پاسدار این واژه هستند. جان و مر این مفهوم این است که ما در همه تلاش‌ها و کوشش‌ها باید بدانیم ما که انسان هستیم لاجرم تفاوتی با حیوان داریم. ما که انسان هستیم لاجرم نباید ما به عنوان چیزی فرودتر از انسان برخورد بشود. پس اگر ما تحقیر بشویم، اگر ما دیگران تحقیر بکنیم، اگر با ما بد برخورد بشود، ما نادیده انگاشته بشویم، آنگاه از انسانیت ما یک چیزی کم شده است. پس در این کتاب می شود این عبارت را احیا کرد و بهش بازگشت که گم شده اساسی ما در اکنون، در امروز، در اینجا یک حضور هست. این حضور را بازار با سود تارمار کرده، سیاست با اطاعت تارمار کرده و ایدئولوژی با تحریف به کنج برده. باید چیکار کنیم؟ باید برگردیم به پولیتیکال، به امر سیاسی که سیاست ذیل اونه، سیاست تابع اونه. صرفاً دستورنامه و توصیه‌نامه نوشتن به حکومت کار یا دوا نمی‌کنه.
باید بیاییم همچین محیط‌هایی را، همچین فضاهایی را، همچین بحث‌هایی را نگهبانی کنیم تا سرباز در ورود به اینجا پاش بلرزه و تردید بکنه و انسان‌هایی که در همچین محیطی هستن احساس مدنیت و تمدن بکنن. دکتر نصری همانطور که در ابتدای صحبتشون اشاره کردن به درستی که من چون آقای نجیب بارور لطف کردن به جلسه ما آمدن شاهد توانای معاصر افغانستان، من حالا چند جمله‌ای بگم به مناسبت حضور ایشان و به مناسبت پیوندهایی که مجله بخارا با فرهنگ دوستان و ادبا و نویسندگان افغانستان داشته است و سفرهایی که داشتیم. نهادهای مدنی که در طول 20 سال بعد از طالبان در افغانستان به خصوص در کابل و هرات شکل گرفت، بسیار نوید یه دوران خیلی طلایی فرهنگی رو میداد از جهت تعداد روزنامه‌ها، تعداد ناشران، رادیو تلویزیون و سایر اموری که مربوط به فرهنگ شد. میدونید که دانشگاه کابل چند سال بزرگتر از دانشگاه تهران است و چند سال پیش که من رفتم اون موقع 11,000 دانشجو در دانشگاه کابل درس می‌خوند و مراکز فرهنگی که به وجود اومده بود اونقدر وسیع بود که تقریبا ساعت به ساعت در کابل یک حادثه ادبی، هنری، فرهنگی اتفاق می‌افتاد. اما اون چه که پیش آمد یورش ناجوانمردانه‌ای که در واقع این طالبان نبودن بلکه همدستی چند دولت، پاکستان، امریکا، انگلستان و اینها بودن که در واقع در تن طالبان متبرور شدن و اون چنان یورشی آوردن که نمیدونم که چگونه میتوانستن مقاومت بکنن و با این که هنوز عده‌ای از نویسندگان و هنرمندان گرفتارن، ولی بر اساس اون تفکر طالبانی که وجود داشت تمام این نهادها رو تونستن با خیانتی که دولت وقت به مردمش کرد از بین ببرن و اینا حضور این خیلی عظیم سینماگران معاصرشون، در نقاشان، نویسندگانی که تعداد آثارشون و ورودشون به عرصه جهانی ادبیات خیلی درخشان بود. امیدواریم که در هر حال با حمایت‌های معنوی که ما به عنوان نویسندگان، روشنفکران و کسانی که با اندیشه سر و کار داریم از فرهنگیان و نویسندگان افغانستان می‌کنیم، این امکان شنیدن صدای اونها رو رساتر بکنیم تا جهانیان بیشتر بشنوند از عمق فاجعه‌ای که با همدستی پاکستان و دیگر کشورها به دست طالبان در عرصه انسانیت به طور عام و فرهنگ و هنر در افغانستان اتفاق افتاد. خوش آمدید آقای نجیب. از خطوب دکتر آرمینا آرم که دکترای روابط بین‌الملل دارن و پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه هستند و استاد دانشگاه علوم تحقیقات و خب مقالات بسیاری در حوزه مطالعاتی خودشون خاورمیانه و روسیه دارن. دعوت میکنم که صحبتشون رو آغاز کنم. خیلی متشکرم از اساتید
امیدوارم که با آقای دکتر مسعود، دکتر رجایی و آقای دلباشی که این فرصت رو فراهم کردن که بتونم چند دقیقه‌ای در خدمت شما باشم. صحبت در رابطه با دکتر فرهنگ رجایی و پروژه فکری ایشون حقیقتاً کار ساده‌ای نیست. از اون جهت که منظومه فکری دکتر رجایی منظومه فکری متکثری هست و ابعاد مختلفی داره. در حوزه کاری و مطالعاتی ما که هم بحث بحث سیاسی، اندیشه سیاسی و روابط بین‌الملل هستش، کمتر ارزشمندی رو شما میتونید پیدا بکنید که مثل آقای دکتر رجایی در حوزه‌های گوناگون مثل فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، جامعه شناسی تاریخی و روابط بین‌الملل صاحب نظر باشند و از به خاطر همین موضوع از این جهت صحبت در رابطه با ایشون واقعا کار ساده‌ای نیست و نمیشه که تمام ابعاد فکری ایشون در یک زمان کوتاه پرداخت. از این نظر و به خاطر وقت کمی که داریم من سعی میکنم بیشتر از زاویه روابط بین‌الملل و اهمیت اندیشه ایشان در حوزه روابط بین‌الملل چند دقیقه وقت گذار محترم بگیم. کانون اصلی پروژه فکری و اندیشه دکتر رجایی همونطور که بیشتر شما می‌دونید بحث هویت هستش و اهمیت هویت. در بیشتر آثار آقای دکتر، شاید تمام آثارشون شما این دغدغه‌مندی و این دغدغه هویت رو می‌تونید مشاهده بکنید. نه تنها در آثارشون، حتی در زندگی شخصی خودشون تا زندگی حرفه‌ایشون به عنوان یک پژوهشگر در سطح جهانی باز هم هویت و مسئله یا مشکل هویت موضوعیت داره. آقای دکتر رجایی هویت رو مقوله صلایه می‌دونه که در تعریف این مفهوم اینجوری تعریف می‌کنن که از سه لایه تشکیل میشه هویت: تعریف من از خودم، تعریف من از رابطه خودم با دیگری یا همون آدم و تعریف من از کل جهان هستی. بنابراین با این تعریف و در سطح ملی و در جامعه ایرانی ایشون میان 4 نوع هویت رو در جامعه ایرانی شناسایی میکنن: هویت ایرانی، اسلامی، سنتی و مدرن. خب خیلی از پژوهشگران و اندیشمندان جامعه شناسی و علوم سیاسی هویت‌های ایرانی رو بررسی کردن، اما نقطه قوت آقای دکتر اینه که سعی نمی‌کنن که هیچ کدوم از این هویت‌ها رو نفی کنن، یعنی به دنبال نفی این هویت‌های بعضا ناهمگون با هم نیستن، بلکه معتقد هستند که برای حل مشکلاتی که جامعه ایرانی طی سال‌های گذشته با اون دست به گریبان هستش و در زمان ذهنی شاید به نقطه اوج خودش نزدیک شده، باید بتونیم بین این هویت‌های متفاوت و ناهمگون یک نوع گفتگو و مصالحه برقرار کنیم و اینجا هستش که ما میتونیم از مشکلات عبور کنیم و گذر کنیم و در کتاب‌های خودشون خیلی به این موضوع پرداختن که حالا وقت نیستش که بیشتر بازش بکنیم، ولی خب اهمیت این مسئله هویت برای ایشون و پروژه فکری ایشون خیلی مهم هست و به نظر من هم واقعا یکی از مهمترین مشکلات و معضلات جامعه امروز هست. اما نکته اصلی صحبت من که در رابطه با حوزه روابط بین‌الملل که حوزه کاری خودم هستش این هستش که با عبور از سطح ملی و وقتی که ما وارد حوزه روابط بین‌الملل و ارتباط کشورها با هم میشیم، مسئله هویت که دغدغه اصلی آقای دکتر هست همچنان اهمیت داره. درسته که نظریات جریان اصلی روابط بین‌الملل که با دید مادی و روش‌شناسی اثبات‌گرایانه و پوزیتیویستی به مسائل نگاه می‌کنن، جایگاهی برای هویت در واقع قائل نیستن. اما در سطح نظام بین‌الملل بعد از جنگ سرد و به ویژه بعد از پایان جنگ سرد و به ویژه در دهه‌های گذشته مسئله هویت وارد نظریه‌های جدید روابط بین‌الملل شد و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد.
هرچند که خب در منطقه ما و در کشور ما خیلی بهش توجه نمیشه و اون دیدگاه رئالیستی همچنان حاکمه. آقای دکتر رجایی با عبور از نگاه‌های مادی‌گرایانه و اثبات‌گرایانه جریان اصلی به سمت نظریات جدید هویت محور حرکت می‌کنن. یعنی ایشون به عنوان یک پژوهشگر روابط بین‌الملل در واقع از نظریات جریان اصلی فاصله می‌گیره، چیزی که ما در حال حاضر بیشتر از همه بهش احتیاج داریم، به خاطر اینکه اگر شما یک نگاهی به سطح منطقه و کشور ما، مشکلاتی که کشور ما داره بندازید، می‌بینید که بیشتر محققان، سیاستمداران، پژوهشگران همچنان درگیر اون نگاه جریان اصلی هستند و در حالی که مهمترین مشکلی که شاید منطقه ما داره که حالا ایران هم در منطقه هستش، همین بحث هویت هست که بسیار دست کم گرفته میشه. ما در منطقه زندگی می‌کنیم که مشکلات و منازعات هویتی گسترده و گوناگون داره و همین مسئله باعث جنگ‌ها و منازعات بی‌پایان شده. یک کشور در پی احیای امپراتوری هستش، یک کشور در پی وعده داده شده در کتاب مقدس هستش و روابط کشورها با هم در سطح منطقه ما بر پایه این منازعات هویتی هست که آقای دکتر به درستی براشون اهمیت قائل و متاسفانه خیلی از یا بیشتر نمیشه گفت همه همون بیشتر محققین ما به این موضوع بی‌توجه هستند. آقای دکتر به چارلز تیلور اشاره کردن که گفت اهمیت نظریات ایشون در سطح روابط بین‌الملل هم بسیار برجسته هستش و به نظر میرسه که گفتگوی ایشون با تیلور هم برای سرسامان دادن به همین دغدغه‌های هویتی هستش و چارلز تیلور هم به درستی مسئله هویت براش مهم هست و سعی می‌کنه به اون بپردازه. آقای دکتر رجایی با به کارگیری روش‌شناسی جامعه شناسی تاریخی به دنبال ریشه وقایع و بستر رخدادهاست که در زمان کار به وقوع پیونده و سعی می‌کنن منازعات رو از این نظر در واقع در نظر بگیرن و این لایه‌های هویتی که ایشون بهش اشاره می‌کنن رو در روابط بین‌الملل و در مورد واحدهای سیاسی هم صادق می‌دونن. یعنی همون سه تا المانی که ما در تعریف هویت اشاره کردیم ایشون در رابطه با واحدهای سیاسی روابط بین‌الملل هم به کار می‌برن. یعنی تعریفی که ایران از خودش داره، تعریفی که ایران از رابطه خودش با دیگری یا آدرش داره، حالا میتونه عربستان باشه در سطح منطقه، در سطح جهانی آمریکا باشه و تعریفی که ایران از کل جهان هستی و نظام بین‌الملل داره. اگر ما بخوایم واقعا این سه تا المان هویتی رو به درستی تعریف کنیم و اونطور که آقای دکتر اشاره می‌کنن در سطح ملی به یک مصالحه‌ای با این چهار لایه هویتی که خودمون داریم برسیم و یک هویت ملی واحد رو تعریف کنیم، خیلی از مشکلاتی که در حال حاضر ما در سطح منطقه و در سطح نظام بین‌الملل داریم بسیار ساده تر میشه و قابل حل تر میشه. یعنی شاید رابطه ما با ایالات متحده، رابطه ما با کشورهای منطقه با دید نگاه رئالیستی و صرف هزینه فایده موجود واقعا قابل تحلیل نباشه، چیزی که بسیاری از نظریه پردازان در دامش میفتن و نمیتونن تحلیل درستی ارائه بدن، چون در نظریات جریان اصلی اصل بر این هست که هر فعل سیاسی که کشورها انجام میدن بر پایه منفعت اونها هستش. اما ما شاهد هستیم که در مورد کشور خود ما بارها منفعت یا سود مادی ممکنه زیر پا گذاشته بشه به خاطر دغدغه‌های هویتی یا اون تعریفی که ایران از خودش داره، تعریفی که از رابطه‌اش با آدرش داره یا اون آدرسازی که میکنه. از این جهت هستش که من فکر می‌کنم آقای دکتر چون دغدغه ایران دارن و جایگاه ایران، عظمت ایران، همونطور که خودشون گفتن اینکه چرا ایران بازیگر نیست در عرصه نظام بین‌الملل و به جز دوران کوتاهی، حالا در دوران صفوی، در دوران هخامنشیان این بازیگری فعال رو از دست داده و باور دارن که باید این هویت ملی ما باز تعریف بشه و ما به مصالحه برسیم، چهار لایه هویتی مصالحه برسه.
اگر این اتفاق بیفته و اگر این پروژه فکری که آقای دکتر رجایی دارن و به درستی دغدغه‌شو دارن واقعا فهمیده بشه و به دنبال شکلش اتفاق بیفته، خیلی از مشکلات ما در سطح روابط بین‌الملل، در سطح نظام بین‌الملل هم ساده سازی و حالا من نمی‌تونم بگم کاملا حل میشه، ولی بسیار ما قدم رو به جلو می‌ذاریم اگر با این دیدگاه نگاه بکنیم. چون همونطور که گفتم منطقه ما و جهان کلا این دغدغه‌های هویتی براش بیشتر شده. همونطور که گفتم برای پردازان دیگه مثل هم آقای تیلور، آقای هونس و الکساندر بلز بهش اشاره می‌کنن. بنابراین نکته پایانی من اینه که نقطه قوت نگاه دکتر رجایی و تمایز ایشون با بیشتر پژوهشگران روابط بین‌المللی خصوص در ایران همین بحث‌هایی هستش که ایشون از جریان اصلی، نظریات اصلی فاصله میگیره، وارد بحث‌های هویتی میشه و خودش رو محدود به یک نگاه یا یک تئوری نمی‌کنه، ایشون خودشون رو محدود نمی‌کنن و با ورود به تئوری و فلسفه سیاسی در واقع خودشون رو به نوعی جاودان می‌کنن، چون وارد صرفاً امر سیاسی نمیشن که تقلیل پیدا کنه به وقایع نگاری یا تاریخ نویسی و از اون هدف اصلی دور میشن. به هر حال من خیلی خوشحالم که میتونم در رابطه با آقای دکتر فرصت داده شد که صحبت بکنم. نکته دیگه هم باشه که دور بعدی اضافه شما خیلی ممنون از وقت. از خانم دکتر آرمینان سپاسگزاریم. همونطور که اشاره کردن در آقای دکتر رجایی مسئله هویت یکی از عناصر اصلیش هست. برمیگردیم در بخش دوم به آخرین کتابی که انتشارات مکمیلان هفته پیش در نیویورک و لندن از ایشان منتشر شده و چون کتاب در هنوز توضیح در ایران نشده برای این نسخه‌اش هست، برای ما تازگی داره. برای کسانی که برنامه رو می‌بینن و میشنون روایت خود دکتر رجایی رو بشنویم تا بعد ببینیم که کتاب ترجمه‌اش به فارسی در میاد و بیشتر در جریان جزئیات کتاب قرار بگیریم. خواهش می‌کنم. با سپاس از دو همکار محترم که بر من منت گذاشتن، زحمت کشیدن و واقعا دلسوزانه سعی کردن منطق درونی بحث رو در بیارن. قبل از اینکه جلسه شروع بشه با محقق جوانی که دارن زحمت میکشن راجع به فردوسی کارهایی میکنن صحبت این بود که چه خوب است که ما از تحسین و تقبیح دست برداریم و قدر شناسانه ببینیم که چه بسا اگر هم من مخالفم، صدای مخالفم حرفی برای گفتن دارد، من سعی کنم منطق درونی حرفش رو در بیارم. البته حقم دارم به سهم خودم داوری بکنم، هم دارم نقد بکنم، منتها نه نقد مخرب بلکه نقد سازنده که بلکه انشالله بشود این گفتگو رو بالاتر بود. و این وقتی حضرت مولانا میفرمایند چون غرض آمد هنر پوشیده ماند، هر گونه غرض ورزی در واقع به نفع خود شخص نیست. کاری نداریم به طرفی که مورد نقد هست، برای که به هر حال خداوند به هر کسی استعدادی داده و من واقعا سپاسگزارم که دو همکارم در کمال بزرگواری منطق درون رو بیرون آوردن. دیگه داوری با شماست که آیا این منطق‌های درون ارزش فکر کردن داره، ارزش تفکر داره. برگردم به کتاب که هر دو بزرگوار در واقع مقدمه‌ای برای این کتاب گفتند. آقای دکتر نصری که زحمت کشیده بودن به خود کتاب پرداختن. به یک روایتی میشه گفت که این کتاب
در واقع نمیخوام بگم مقصد، ولی اون در واقع اون راه طولانی است که در عراق و با جناب آقای محتاط شروع شد و در واقع تا حدودی سعی کردم مثل اینکه دارم لااقل روشنی رو در اون ور تونل ببینم که عجب پس بازیگری نه عقب ماندگی، برای اینکه واقعا خواهش میکنم این از ذهنتون درارین، شما نسبت به هیچ کس نه عقب مونده این نه جلو، فقط به خودتون و فقط تصمیم بگیرید که میخواید بازیگر باشین یا نه. اینو بارها میگم برای دوستانی که تصویری میبینن، دستم اونجور میکنم برای دوستانی هم که حضور دارن، در هر موقعیتی قرار میگیریم باید تصمیم بگیریم چه میخوایم بکنیم. میخوایم بازیگر باشیم، میخوایم روکش باشیم، میخوایم مصرف کننده باشیم، میخوایم تماشاچی باشیم یا میخوایم بازی خراب کن باشیم، کدام یکی؟ و فکر میکنم کافی است که از بعد از دوران صفوی تا کنون تا امروز ما فعلا یا هورا میکشیم یا مصرف کننده ایم یا تماشاچی هستیم یا بازی خراب کنیم. دست برداریم و شروع کنیم انشاءالله بازیگری بکنیم. و بنابراین عجب پس به یه شکل بازیگری رو من دیدم و جایی که کمک کرد به من که بتونم ببینم و چندین سال طول کشید، از یک جهت اصفهان بود و میدان نقش جهان. خیلی که عنوان جالب است، نقش جهان. این چرا این میدان نقش جهان خوانده شد؟ دلیل دارد، دلیل به خود میدان دارد و یکی هم در دهلی و در پایتخت گورکانیان و در وسط بازمانده اون جایگاه و تختگاه گورکانیان، این دو جا. میدونیم که صفوی آخرین دوره تمدن زنده ایرانی است و اصفهان آخرین شهر زنده ایرانی. یه دفعه من وسط میدان بودم و تصور بفرمایید رو به طرف جنوب و دست چپم آلی قاپو، دست راستم مسجد شیخ لطف‌الله است، روبرون بازار، پشت سرم هم مسجد و پشت مسجد میدونیم که مدرسه است. و یه دفعه برای من خیلی جالب شد چه اتفاقی داره اینجا میفته. نه الان، زمانی که پویا بوده است، زمانی که در اینجا بازیگری رخ میداده، چه اتفاقی میافتاده. در آن واحد، توجه بفرمایید، در آن واحد بازار کار خودشو میکنه، مدرسه و مسجد کار خودشو میکنه، آلی قاپو کار خودشو میکنه، مسجد شیخ لطف‌الله کار خودشو میکنه. مسجد شیخ لطف‌الله برای من نماد جامعه و خانواده است، چون میدونید تنها مسجدی است که صحن ندارد، صحن باز، برای که اون مسجد ملکه بوده، مسجد خانواده بود. و جالبه این مجموعه با هم در ارتباطن، این مجموعه دارن با هم کار میکنن. عجب بازیگری این است. به همین دلیل بنده حاضرم با خبر به اون دوستان نازنینی که مثل قرن 19 که ما دلباخته غرب شدیم، دلباخته چین شدن، من اینجا شرط میبندم هیچی از چین در نخواهد آمد، کمان که در روسیه استالین هم هیچی در نیامد. چرا؟ برای اینکه روسیه استالین فقط قدرت نظامی تولید کرد و چین داره فقط قدرت اقتصادی تولید میکنه. جور در نمیاد. تازه به دوران رسیدگی شما رو به جایی نمیبرد. اصفهان بازیگر بود به دلیل اینکه در آن واحد اقتصاد، سیاست، دین، خانواده، اجتماع با هم داره تولید میشه. به همین دلیل شما شیخ بزرگ دارید، مجلسی‌ها، فیلسوف بزرگ دارید، ملا صدرا، هنرمند بزرگ دارید، رضا عباسی، فیزیکدان بزرگ دارید، اون مسجد اون حمام معروف که با یه شمع کار میکرد. و خیلی جالبه الان معماران میگن که از فاضلاب، خیلی جالبه، گاز فاضلاب رو کاری کرده که بیاد به این شمع قدرت بده. اینا تولید همگانی و همه جانبه. و بعد هم در دهلی وقتی که در این پایتخت گورکانیان بودم، فصل گرم و در اینجا همه چیز زیبا ولی گرما داشت منو خفه میکرد. یه دفعه یک پیرمردی گفت که امروز رو نگاه نکنید،
زمانی که اکبر شاه در اینجا بود، زمانی که گورکانیان تولید همه جانبه می‌کردن، اینجا در همین فصل تابستان بود، گرم در این مجموعه کاخ و مجموعه نظام تختگاه گورکانیان، اینجا بهشت بود، پرده ها آویزان، آبهای فواره ها جاری، اینجا اصلا گرم نبود. تولید اینجوریه. حضرت مولانا میفرماید کار انسان روشنی و گرمی است، کار دونان پستی و بیشرمی است. این گرمی و روشنی، این خنکی، این توازن، این تولید همه جانبه، اینو باید اون موقع رو فکر کنیم. اون وقت برگردیم به اصفهان، ببینید چه جالبه. روز جمعه نماز جمعه است، روز شنبه سان دولتیه، روز یک شنبه بازاره، روز دوشنبه احتمالاً جشن نوروزیه، اون میدون مال اونه دیگه و زیبا، هنوز هم همونجوری. و جالبه هنوز اصفهان الگوی فکری میدن، الگوی اقتصادی میدن، الگوی سیاسی میدن. خب اینا چجوری بود که این برقرار بود؟ و در این کتاب من سعی کردم نوشتم که من به ظهور و سقوط تمدن‌ها کاری ندارم، دیگران کردن، از ابن خلدون و دیگران. اما به این کار دارم که وقتی که تمدنی در اوج است چه اتفاقی داره میفته. وقتی که تمدن سازی داره اتفاق میفته چه ویژگی هایی داره. این شده است حضور، امر سیاسی و انسان ورزی. و حضور رو من همین ابتدا در همون مقدمه حضور رو سقراط یاد میده و برای اینکه اینو جا بندازم تمایز است بین آنچه سقراط میآموزد و آنچه ماکیاولی میآموزد. متاسفم اگر که کلمه انگلیسی رو به کار میبرم، ولی تعمداً به کار میبرم که به ذهن شما بماند. سقراط راجع به پرزنس حرف میزند که همان حضور است. ماکیاولی راجع به اپیرنس که همون تظاهر است، ظاهرسازی، ساختمان بلند، برج 60 طبقه، استخر شیشه‌ای که در بیرون پیداست. یه کسی برای من یه عکس فرستاد که جایی در تهران یه کسی ساخته یه استخر که شیشه است. هرچی من فکر کردم خدایا بی‌حجابی هم حدی داره، مگه این بی‌حجابی نیست؟ کدام خانواده زن و بچه‌شون می‌ریزه تو استخری که از شیشه ساخته شده و از تو خیابون هم پیداست؟ چی بود شده؟ جامعه مستور با جامعه محجوب فرق داره ها، خیلی فرق داره. تکرار میکنم، جوامعی هستن که مستور نیستن ولی محجوبن، جوامعی هستن که مستورن ولی اصلا محجوب نیستن. به هر حال برگردم به این حضور فرق دارد با تظاهر. ماکیاولی جهان را به تظاهر دعوت میکند. به همین دلیل باید قدرت رو به نمایش گذاشت، قدرت اقتصادی رو به نمایش گذاشت، قدرت همه چیز رو، قدرت بدنی رو، قدرت فیزیکی رو. اما سقراط اصلا ظاهری ندارد. سقراط باطن را بیرون میآورد. آمده ام کتاب خود گوشکشان کشانمد، بی دل و بی خودت کنم با دل و جان نشانمد. حضرت مولانا تظاهر دارد به روایت مورخ بزرگوار و بسیار بسیار متواضع جناب آقای زرینکوب که من این افتخار رو داشتم که در سالی که اینجا بودم به حضورشون میرسیدم و درس میگرفتم. 10,000 طلبه دارد. وقتی که شیخ الاسلام رومی است خیلی ها این روایت دکتر زرینکوبه، یعنی تظاهر دارد. اما شمس میاد میگه این به درد نمیخوره، باید بروی صاحب حضور بشوی. اون وقت چنان صاحب حضور میشود که بنده فرهنگ رجایی احساس میکنم کتابم رو باید به ایشون تقدیم کنم. خیلی جالبه ها. به کدام مولوی حضوردار. و این پیشکشنامه‌اش هم سعی کردم، خیلی هم از من بار کشید این 2 خط پیشکشنامه که چرا، و متاسفم که گفتم رومی برای که به زبان انگلیسی بود، حالا اگر اشاره ترجمه بشه خواهیم گفت تقدیم به مولانا، هر بزرگواری که زحمت بکشه ترجمه کنه. به هر حال فرق این دوتا خیلی اساسی است. حضور با تظاهر فرق دارد. حضور ظاهر ندارد، حضور کشف کردنی است. حضور پخش می‌شود، حضور گرمی میدهد، حضور نور میدهد. ما در اصطلاح حکمت عامیانه‌مون میگیم وجود، میگیم فلانی آدم با وجودی است.
وقتی که میمیرد میفهمی